خوش اومدید. اسلامی دین شما رو کمتر انتظار شده. ما میدونیم که شما آدم سرکار هستین. خوش اومدید به برنامه ما. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بسیار خوشحال هستم که شما به برنامه ما اومدین. من میخوام که شما رو شناس نمایم به تماشابینان. این کس اسلامی دین سیدов، کارشناس دین و دانشمند علوم‌های اسلامی درجه عالی میباشند و میخواستیم امروز از برنامه ما شما خبردار هستین. فکر کنم که برنامه من تکرار میکنم، طلاق آنلاینی یا بوسه با پیغام موندن و میخواستم نقطه نظری شما و حقوق شناس رو جمشید رو گیرم باید این موضوع. سلامت باشید. تشکر زیاد برای دعوت و برنامه و سلام علیکم و اکای جمشید و بینندگان شما. واقعا خیلی برنامه مهم هست و من راستی نمیدونم که در برنامه قبلی شما چی گفته شد و چی بحث‌های صورت گرفت، ولی فهمیده می شود که این یک ضرورت پیش آمده است که چنین برنامه روی دست بگیرید و به هر حال گمان میکنم که از فایده خالی نخواهد بود. بفرمایید، ما در خدمت ان شاء الله. خب طلاق از نظر اسلام شرح میدادید؟ تشکر. بار دیگر به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر آخران پیام رسول الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اصحاب و خاندان پاکشان. صحبت اطرافی همه در موردی در همه جانبه در رابطه با این سوال پاسخ توانیم گفت، چون که اگر ما بخواهیم واقعا در رابطه با مفهوم طلاق، حکمت طلاق و در شریعت که با چه مقصد این طلاق در شریعت جایز است و چه حکمت های دارد، اگر بخواهیم که به طور کلی و طور همه جانبه در رابطه با این موضوع صحبت کنیم، برای ما بیشتر از همه لازم است که در رابطه با جایگاه خود عائله، خانواده در اسلام صحبت کنیم، در رابطه با موضوع نکاح صحبت کنیم که نکاح چه جایگاهی دارد، تا اینکه این موضوع به طور درست روشن شود و برای بیننده معلوم گردد. ولی به هر حال تلاش میکنیم که به طور خلاصه اون چی که در قرآن و احادیث پیامبر در رابطه با این موضوع آمده است خدمت عزیزان عرض نماییم. طلاق در معنای لغوی، طلاق که کلمه و لفظ عربی هست، معنای لغوی آن در لغت به معنای رها کردن هست. آزاد کردن، به معنای آزاد کردن و رها کردن می آید و به معنای باز کردن می آید. یعنی وقتی که دو نفر مرد و زن در عقد نکاح در اون با همدیگر ارتباطی زناشویی بسته میکنن، با واسطه طلاق اون ارتباط و اون گره را که با هم بسته کردن اون باز کرده میشد. و این معنا هست، معنای لغوی هست. در اصطلاح هم در اون تعریفی که شریعت برای اون کرده است این است که طلاق باز کردن اون گیره است که اون با واسطه زن و مرد در هنگام نکاح بسته می شود و اون نکاح یا اون عقدی که بسته می شود دارای ارکان و شرط ها باشد. یعنی یک نکاحی که بر اساس شریعت، بر اساس دین اسلام بسته شده از بین مرد و زن، یعنی با واسطه طلاق اون گره باز کرده می شود. یعنی این هست معنا و تعریف طلاق در شریعت. طلاق در جامعه های اسلامی، خصوصا در جامعه تاجیکستان، همچون یک ابزار استفاده می شود و نه به اون مقصدی که شریعت اون رو در نظر گرفته است، نه به اون مقصد استفاده می شود، بلکه بیشتر به خاطر بگیریم قصد گرفتن از خانواده زن باشد یا که از خودی زن باشد و بیشتر در اندک مشکلی و اندک سختیه که بالای زن و شوهر میاد از این چیز استفاده می شود، در حالی که
طلاق اینه که آخران راه حل برای مشکلات زناشویی است که دانشمندان اسلامی در رابطه با طلاق میگویند که طلاق به مانند به منزله اون سوراخی دیگ‌های اگر ما دیده باشیم در دیگ‌های بخاری یک سوراخی هست که اون از اون سوراخی بخار بیرون می شود و ترکیش اون بخاری رو نگاه می دارد. یعنی طلاق در زندگی زن و شوهری به منزله همون سوراخی هست که ترکیشی که باید در اون خانواده در نظر است که با وجود بیاید، یعنی که دیگر امکان ندارد که اون زن و مرد یک جای با هم زندگی کنند. یعنی زندگی کردن اونها، یک جای بودن اونها بر ضرر این زن و مرد تمام می شود. یعنی دیگر مثلا شاید با جای باید که زن مجبور شود دیگر دست به خودکشی بزند یا اینکه مثلا با یک کارهایی که دیگر از عقل بیرون است. یعنی در این موردها باید طلاق است. دیگر هم که کمیته زنان هست که کار با زنان، این هم وظیفش این است که در رابطه با این مشکلاتی که هست باید کار کند، ولی متاسفانه اون هم دیگر وظیفش آمده زنی که از سر زن روی ما رو کشاد نمیدونم چیکار انجام بدهد. شورای علما هم که باشد آمده است در این که مثلا یک مقاله بر ضد کدام مخالفی رو که مهاجر چاپ کند. خلاصه یعنی این یکی از صفت‌های جامعه‌های دیکتاتوری و این نمو جامعه‌های متخلف و عقب مانده همین است که سلسله زنجیره که باید هر نهاد و هر مؤسسه در راستای وظیفه و مسئولیت خود عمل کند کنده هست. هیچ مؤسسه و هیچ نهاد در اون راستای وظیفه و مسئولیتی که برای اون معین شده است عمل و کار نمی کند. متاسفانه این دو نهاد هم که وابسته به این امور هستند هیچ بار دیده نمی شود که در این مسائل صحبت کنند و برای مردم، برای جوانان، برای زنها فهمانده دهی شود و این مسائل مهم برای اونها فهمانده شود. از این برمیآید بخشش خانتون بر از این برمیآید نه علمای دینی در تاجیکستان و نه کمیته زنها وظیفه خود را اجرا نمیکنند، نکرده ایستادن عین حال. بله، اون چیزی که مجبور شده است که وارد این مسائل شود. نه شاید نفرای باشن که مثلا شما را یا که اکای جمشید رو متهم کنن که شما مثلا از معلومات دینی ندارید، شما رو چرا وارد این مسائل میشه. این حتما بله یک چیزی هست که این نفران مجبور میشن که این وارد این صحبت ها شوند. این باید این صورت مثلا وقتی که ما روحانیان علما مثلا خاموش هستند دیگر باید یک نفری برای مردم یک چیزی بگوید. با صحبت اکای جمشید رو واقعا جالب صحبت کردن اکای جمشید. اگر واقعا تعلیمات اسلامی را اگر ما در رابطه با موضوع خانوادگی زناشویی نگاه کنیم واقعا به حد دقیق بیان شدگی است. خود قرآن حتی ما سوره داریم به نام طلاق، واقعا در این سوره چگونه انجام شدن این طلاق واقعا با دقیق بیان شده است. در سوره نساء داریم که در اونجا بیشتری موضوعهای مثلا خانوادگی مطرح می شوند و درسترین سوره قرآن هم که سوره بقره است بخش اعظم اون در رابطه با این موضوع هست، یعنی نکاح، طلاق، مشکلات خانوادگی. ولی متاسفانه هیچ نمود تعلیمات در رابطه با این چیز در جامعه ما دیده نمی شود. 400 سال شده همین هست. این نمی شود که مثلا برخلاف همین که برخلاف عرف و عادت، برخلاف باورها و ارزش‌های اون مردم وقتی که از دیگر جا چیزی رو خواه قانون باشد، خواه عرف عادت باشد، خواه اون رسم آیین باشد، هر چیزی خواه اون فکر باشد، وقتی که آورده بالای این مردم تحمیل میکنی اون موافق نمی شود. واقعا این برخورد صورت میگیرد. همین است که نمیدانند مثلا الان با کجا مراجعت کند اون بیچاره، اون جوان و اون دختر و اون پسری که با مشکلات خانوادگی گرفتار میشن با کجا مراجعت کنند؟ با سود مراجعت کنند، با قانون مراجعت کنند؟ در اونجا هیچی از مثلا تعلیمات دینیشون رعایت شدگی نیست. خب
بله با مولا و روحانی مراجعت کنن، حرف روحانی و حرف مولا که بر اساس تعلیمات دینی و ارزش هایی که این زن و شوهر باور دارن بر اساس اون براشون جواب مطرح میکند، ولی اون در نزد قانون قبول نیست. بیچاره این جوان و این پسر یا که این زن و شوهر باید چیکار کنند و کجا مراجعت کنند؟ واقعا این یک درد جامعه است. این بله یک درد جامعه است. بله این یک درد است. با کجا مراجعت کنند؟ тамошобинони муҳтарам, ман мехоҳам аз фурсати муносиб истифода бурда ба канали ман обино шавед, муаззама адвокат Қодирова, ва дар оянда пайгирӣ намоед, бознашр намоед. инчунин ба канали ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров, ҳуқуқи ман обуна шавед, то ин ки дар оянда маълумотҳои бештар оиди ҳуқуқҳои худ пайдо намоед. хуб, мегузарем ба саволи дуюм. ба саволи он ки баҳс пайдо шудагӣ буд, ман ин саволи аввалро ба Исломиддин ба шумо медиҳам ки мавриди баҳс қарор дошта буд. талоқ ба тариқи смс ё телефонӣ ҷоиз аст? аз нуқтаи назари ислом динӣ қабул карда мешавад? саволи манро фаҳмиден? بله فهمیدم، تشکر زیاد. بله واقعا این یک مسئله هست که بیشتر مثلا الان مثلا چون که بیشتر از 2 میلیون تاجیک ما هم وطنی ما که در بیرون از کشور تنها در روسیه هستند و اکثر اونها هم جوان هستند و این همه مشکلاتی که در روسیه دارن و این همه مشکلاتی که مثلا زنها و مادرها در تاجیکستان دارن و خواه ناخواه این بین زن و شوهر مشکلات به وجود می آید و دیگر دست اینها از همه جا کوتاه است، نمیتونن سفر کنن بیرون پیش همسراشون و این مشکلات رو در اونجا حل کنن، یا اینکه امکانیت ندارن که اون همسرا به نزد اینها بیاین و در اینجا مشکلی حل شود. در اینجا دیگه تنها میمونه تلفن و SMS و این اسباب های الکترونیکی، دیگر مجبور هستن که با این واسطه این کارهای خود را انجام بدهند و روز از روز هم دیگر با تلفن وقتی که میخواهی این مشکلی حل شود، وقتی که با زن تماس میگیرد دیگر معلوم که چی میشود، آخرش همون جنجال و آخرش خواه زن خواه خانواده زن مجبور میکنن که دختری ما را سر ده، 2 سال شد نیستی، 3 سال شد نیستی و این مردم غضبناک میشود، دیگر آخران میماند همین که از همین چیز در این مورد استفاده کنم. واقعا خیلی خیلی مثلا جای درد هست. اما در مورد اینکه واقع میشود نمیشود، واقعا این مثلا یک مسئله مهم هست و برای اینکه چون درجه ما چیزهایی میگیم ولی چگونه که قبلا گفتم باید بیشتر در این مورد صحبت شود. برای اینکه این مسئله روشن شود از نگاه شرعی ما ببینیم که مثلا چند نوع طلاق در شریعت وجود دارد. مثلا ما داریم طلاق در شریعت داریم طلاقی که با لفظ انجام می شود، با گفتن انجام می شود، با گفتن انجام می شود که این هم نوعهای خود را دارد. طلاق داریم که با واسطه نوشتن صورت می گیرد و طلاق داریم که با اشاره انجام می شود. این یک تقسیماتی طلاق است. تقسیمات دیگر این هست که ما طلاق داریم که اون را طلاق میگن طلاق رجعی، که دوباره می تواند شوهر بعدی انجام شدن این طلاق دوباره شوهر می تواند بدون نکاح و بدون خود مثلا خواستگاری از سر نه اون همسر خود را برگرداند. این نوع طلاق است. طلاق داریم طلاقی باینش میگن، در باین گفته می شود در اصطلاح شریعت، یعنی که طلاقی که دیگر نیاز و این طلاق هم 2 قسمت می شود، یکی خرد و دیگر بزرگ. اون طلاق باین خردش آن هست که نیاز به نکاح دارد و طلاق باین کبراش که اون دیگر نیاز با نکاح اون انجام نمی شود، بلکه با شرط ها و شروط خودش را دارد که بعد از یک نکاح دیگر، نکاح طبیعی
و اون شوهر دوم با طبیعی او را سر بدهد، بعدا برای شوهر اول حلال میشد. یعنی این تقسیماتی هست که در رابطه با این مسئله واقعا این همه نیاز به شرح و تفصیل دارد تا اینکه ما بتوانیم این مسئله که شما سوالی که مطرح کرده در این مورد یک جواب پوره و مفصل داده باشیم. به هر حال یعنی که از نقطه نظر اسلام طلاق به طریق SMS یا اینکه تلفن جایز است قبول کرده نشود. الان توضیح میدم، کمی نیاز به توضیح داره. طلاقی که با واسطه مثلا تلفن می شود دو نمود می شود. تلفن یا که مثلا وسایل دیگر وسایل الکترونیکی، خود پشت الکترونیک باشد، مسنجر باشد، خب واتساپ باشد، دو نمود می شود. در اون اگر تقسیمش کنیم دو نمود می شود. یکی با نوشتن هست، پیام میفرستد که فلانی شما مثلا طلاق گفته، این با واسطه نوشتن. دوم با واسطه صحبت کردن، تلفن رو میبردارد همراه زنش خب تماس میگیرد و میگوید که من شما رو خب سر دادم. این دو نمود میشود و هر یک از این حکم الهی خود رو دارد. وقتی که طلاق با نوشتن باشد، با نوشتن در نزد جمهور فقها، یعنی وحبت الزحیلی که از دانشمندان اسلامی در کتابش الفقه الاسلام و ادلته اتفاق تمام علمای اسلامی را نقل میکند که تمام علمای اسلامی اتفاق بر این دارند که طلاق با واسطه نوشتن واقع می شود، یعنی صورت میگیرد. وقتی یک نفر نوشته کند و که من فلانی زنم را مثلا طلاق کردم گفته، چون این نوشته کنه و بفرستد، یعنی این طلاق با اتفاق علمای اسلامی واقع می شود. این میگن نوشته معلوم که اگر چنین نوشته باشد در چنین نوشته طلاق واقع می شود. نوشته نامعلوم یعنی در هوا نوشته میکند، مثلا در هوا یا که روی آب نوشته میکند که زنی من طلاق گفته، یعنی این قسم دومش طلاق واقع نمی شود. اما اون طلاقی که حرفاش معلوم هست و معنا و مفهوم اون نوشته معلوم می شود، چون این طلاق واقع می شود. قسمت دیگر اون اون چیزی که نوشته شده است در اونجا مخاطب همون زن قرار داده شده است یا که مخاطب قرار داده نشده است. این قسمت دومش چگونه؟ مثلا نوشته می شود که مرد می نویسد که زنی من فلانی، نامش رو میگیرد، زنی من فلانی، تو بدان که مثلا نوشته میکند تو طلاق هستی، انت طالقون، خطاب میکند تو، کلمه تو استفاده میشود یا کلمه شما استفاده میشود. در اینجا نوشته میکند، یعنی این در نزد امام ابو حنیفه، در مذهب امام ابو حنیفه این به مانند گفتن تو طلاق هستی، به مانند گفتن تو طلاق هستی، چگونه که با زبان طرف همسرش میگه تو طلاق، اون دیگر احتیاج به نیت ندارد، اون طلاق می شود. یعنی اگر چونین نوشته هم انجام بدهد فلانی زنی من تو طلاق هستی، این نوشته را انجام بدهد و زنش را مخاطب قرار بدهد، اینجا هم میگه امام ابو حنیفه که نیاز به نیت ندارد، در اینجا طلاق واقع می شود. این اما اگر زنش را مخاطب قرار ندهد، تو نگوید شما نگوید، فقط نوشته کند که همسری من فلانی طلاق، همسری من فلانی طلاق، ولی شما یا که تو همسرش رو مخاطب قرار نمیدهد، در روی کاغذ یا که در اکران تلفنی نوشته میکند. در اینجا دیگر نیاز به تحقیق دارد، باید از شوهر پرسیده شود که منظور از این نوشته تو چی است، نیتی تو چی است. یعنی در اینجا دیگر باید از نیت شوهر جویا شد که شوهر با این نوشتهش نیتش چی هست. یعنی در این خصوص دیگر باید از شوهر پرسیده شود که مثلا نیت شما در این مورد چی است. یعنی در این قسمت دیگر ما در طلاق چگونه گفتیم الفاظی داریم که با اون لفظهایی که مخصوص در مورد طلاق استفاده میشن، که در شریعت اونها رو میگن الفاظی که آشکارا اونها در مورد طلاق استفاده میشن. اون لفظ اگر استفاده شود دیگر نیاز به نیت ندارد، اون زن طلاق میشن. مثلا مرد برای زنش میگه که تو طلاق،
یعنی کلمه طلاق را وقتی استفاده میکند دیگه در اینجا نیاز به این ندارد که از اون مرد پرسیده شود نیت تو چی هست. مرد پرسیده شود که نیت تو در این مورد چی است، تو مثلا چی نیت داری با این نوشتن، یعنی در اینجا نیت مرد که چی نیت کرده است شرط است. اگر از مرد پرسیده شود که مثلا چنین نامه اگر بعد از زن رسید، دیگر اینجا از اون مرد پرسیده می شود که تو با نوشتن این نامه چی هدف داشتی، آیا تو چنین چیزی اول نوشته ای؟ پرسیده می شود که آیا تو چنین چیزی نوشته ای؟ این نوشته که هست مالی تو هست و تو از این نوشته چی مقصد داری؟ اگر شوهر بگوید که من بله این نوشته من هست و من مقصدم چی است؟ طلاق کردن تو است، در این صورت زن طلاق واقع می شود و زنش. یک مسئله دیگه این هست که آیا در واقع شدن طلاق، در صورت پذیرفتن طلاق با نوشتن رسیدن نامه به دست زن شرط هست یا که شرط نیست؟ مثلا یک مرد نوشته میکند که همسر من فلانی، خب طلاق و برای همسرش میفرستد، آیا این نامه بعد از رسیدنش به دست اون همسرش طلاق واقع می شود یا که هنگام نوشتن طلاق واقع می شود؟ این یک مسئله است که باید در مورد این هم روشنی انداخته شود. اگر هنگامی که اون مرد نامه را نوشته میکند یا که در اکران تلفن، در واتساپ است یا که در پیامک است می نویسد یا که در پشته الکترونی وقتی که می نویسد، اگر نوشته باشد که وقتی که این نامه به دست تو رسید تو طلاق، اگر همین قید باشد، یعنی که اینجا مثلا شرط گذاری کند، یعنی که طلاق مثلا معلق به شرط کند، شرط گذاری کند، اگر این نامه نوشته من به دست شما رسید شما طلاق. در این صورت کدام وقتی که نامه به دست همسر میرسد، در اون وقت اون همسر اگر مرد تصدیق کند که این نامه من هست، این پیام من هست و من طلاق تو را میخوام، در این وقت این زن طلاق میشود. اگر در اون نامه شرطی رسیدن نباشد، در اون پیامک شرطی رسیدنی پیام به همسر نباشد، یعنی تنها نوشته است که همسر من فلانی طلاق، در اینجا رسیدن نامه به زن شرط نیست، یعنی هنگامی که هم نوشتن نارسیده هم باشد، دیگر این اگر مرد نیتی طلاق کرده باشد خب اون زن طلاق می شود. چون شاید مرد این کار را انجام بدهد، بنویسد، خب تصمیم بگیرد، نیت کند که زنم را خب طلاق کردم و در تلفن می نویسد یا که در واتساپ می نویسد، ولی بعد نوشتن و بعد فرستادن که حالا مثلا در نمی رود، با واسطه مثلا یک مشکلات تکنیکی پیش می آید، نامه به دست زن نمی رسد، در این اسنا در یک روز است یا که نیم روز است یا که 2 روز است که زن پشیمان می شود، مرد پشیمان می شود از کاری کرده است، در اینجا دیگر حقی رجوع کردن نداره، الکی اون طلاق واقع شده است. یعنی این خلاصه ای اون بحثی هست که در مورد طلاقی با نوشتن در خب کتب فقهی و خب تعالیم دینی این چیز دیده می شود. در مورد طلاق با واسطه چی نوشتن، خلاصه طلاقی که با واسطه نوشتن کدام مرد با واسطه با نوشتن طلاق همسر خود را طلاق می دهد، این مثلا این طلاق کنایه هست، به منزله الفاظ کنایه هست و نیاز به نیت دارد. خب بنابراین وقتی که چنین چیزی صورت میگیرد و دست هر همسر چنین چیزی میرسد یا که هر مردی که این رو نوشته میکند، از صاحب اون پیام، از اون مرد حتما باید پرسیده شود که این نامه تو هست، این نوشته خود شما است، چون که احتمال دارد نفر دیگر نوشته باشد، و آیا و مقصد شما از این نوشتن چی هست. خب بعد این میتوان اون حکم را صادر کرد که آیا این زن طلاق می شود یا اینکه طلاق نمی شود. در عموم در طلاقی که با واسطه کتابت، با واسطه نوشتن انجام می شود، از جمله
خب اون کنایات طلاق به شمار می رود و نیاز به نیت دارد. بنابراین از مرد باید پرسیده شود که نیت شما در این مورد چی هست. به هر حال باز سوال پیدا شد، من در خدمت هستم در این موضوع. فهمم. ما یک سوال در این برنامه پیدا شد. خب یعنی از این خلاصه برآورد که وابسته از نیت مرد به طریق SMS هست، به طریق تلفنی هست. خب یک سوال به شما میتونم، مادامی که طلاق به طریق تلفنی قبول کرده می شود، پس نکاح نیز کردن ممکن است به طریق تلفنی و چند شاید حضور دارند چند تا زن چند تا مرد، یعنی که نکاح به طریق تلفن این جایز است از نقطه نظر دینی؟ طلاق جایز است قبول کرده؟ بله تشکر. و اینجا تنها ما در مورد این صحبت کردیم که فقط به واسطه نوشتن باشد، اما مثلا این قسمت این که تلفن رو بردارد و با همسرش صحبت کند و طلاق کند، در اینجا دیگر حکمش دیگر هست. در اینجا دیگر طلاق واقع می شود، نیاز به نیت ندارد. وقتی که صحبت میکند با همسرش با تلفن و طلاق میگوید، در اینجا دیگر طلاق واقع می شود. اگر الفاظ طلاق استفاده کند، لفظ طلاق استفاده کند، یا طلاق واقع می شود، نیاز به نیت ندارد. مگر اینکه در همین جا هم وقتی با همسرش تلفن میکند، با همسرش میگه که خانه پدرت رو، خانه پدرت رو، یا که چیز و چارت رو جمع کن از خانه ما مثلا گم شو گفته. چون این چیزها در ما هست، در توجیه ما هست. در این الفاظ نیاز به نیت هست. در اینجا اگر چنین کلمه ها رو استفاده کند، لفظی خود طلاق نباشد، اینجا هم نیاز به نیت هست. در حال نباید مثلا اون زن رو طلاق شده براریم. باید از اون مرد پرسید که هدف تو از این چی هست، که خانه پدرت رو یا که چیز و چارات رو جمع کنی که از خانه بیرون شو. در اینجا هم احتمال هم طلاق است هم غیر طلاق. در اینجا هم نیاز به نیت دارد. یعنی برای همین گفتم که این باید این بحث مداوم باشه تا اینکه این هم مسائل مطرح شود. ما اینجا به طور عمومی میتوانیم بها دهیم و نمیشود در اصطلاح فقهی نزد دانشمندان یک اصطلاح هست، یک قانون رو استفاده میکنن که فتوای طلاق رو نقل کرده نمیشود. فتوای طلاق رو نقل کرده نمیشود. چگونه؟ مثلا من در مورد یک مسئله، یک از برای من در اینجا حالا یک نفر برای من مراجعه میکند و برای چون این مشکلی برای او پیش اومده است که مثلا با همسرش گفت مثلا مشکل پیش میاد و با واسطه نوشتن همسرش رو طلاق میکنه. من بر اساس گفته های اون نفر برای اون یک جواب میدهم، ولی این جواب من رو نمیشود برای دیگرها نقل کرد. یعنی فتوا وقتی که داده می شود برای یک نفر در مورد طلاق، فقها چنین میگویند که این فتوا نباید به دیگران نقل کرده شود، چون که هر یک نفر که مراجعت میکند در رابطه با مسئله طلاق، اون خصوصیات خودش رو دارد. باید اون مرد خصوصیات مرد نظر گرفته شود، ویژگی های اون زن در نظر گرفته شود، اون الفاظی که استفاده می شود، اون حالتی که اون زن و مرد دارن استفاده می شود، همه اینها با هم باید در نظر گرفته شود، بر اساس این پاسخ گفته شود. بنابراین ما وقتی که در اینجا این مسائل طلاق رو مطرح میکنیم، بینندگان از این فکر نکنند که ما فتوا داریم صادر میکنیم، بلکه ما یک راهنمای عمومی داریم اینجا پیشنهاد میکنیم و یک نظرهای فقهی رو در اینجا بیان میکنیم، اجتهادهای فقهی رو بیان میکنیم. ولی وقتی نفری که با این مشکل مراجعه روبرو میشه، باید خود آن با یک دانشمند دینی مراجعت کنه و مسئله خود رو مطرح کنه و بر اساس اون برای اون جواب داده شود. چون که میشود یک نفر با همون مشکلی و با همون سوال مراجعت کنه، جواب یک باشد، و نفر دیگر با همون نمود سوال مراجعت کنه، جواب دیگر باشد. بنابراین این چیز باید در اینجا قید کرده میشد. اما در مورد سوال شما آقای معظمه که شما گفتید وقتی که با این تلفن میشود، با نوشتن میشود، مثلا نکاح چی؟ باید دانست که شرط هایی که در نکاح هستند از اون شرط هایی که در طلاق هستند فرق میکنند. بنابراین نکاحی با تلفن جایز نیست. یعنی که نکاح به طریق تلفنی
جایزی قبول نیست نمیشود، گرچنده که دومولو باشد که در مثال میاریم، مثال دومات کلین هم دومولو همش به طریق تلفنی همدیگر رو میبینن، همون اون چی که در نیکو هست همش تکرار کرده میشود. اینا خیلی که ما امروز شما صحبت کرده ایستاده، حاضر تکنیک خیلی به پیش رفته است. همه این اگر به طریق آنلاینی اگر گوییم شود این جایزه قبول نیست. بله. درست. بله. طلاق جایزه قبول است. بله. چگونه که توضیح دادیم. فهمو. اکنون یک کس اینجا سوال اومده است به شما اسلامیدین به دومولو گفته که اگر من به شما میخونم مهاجر بچه غریب نوشته است که سوال به دومولو وقتی مرد زنش رو طلاق میدهد باید به زن خانه شوهرش رو ترک کند یا اینکه حق دارد که آنجا بماند؟ درست فهمیدم یا فهمیدین یا باز تکرار نمایم؟ بله این یکی از واقعا یک مسئله مهمی هست که در طلاق متاسفانه در جامعه های ما از اونجا همون به خاطر اون که مثلا این تعلیمات شرعی دینی در نظر گرفته نمی شود، در این موارد و در قوانین جا کرده نمی شود، این امور نادیده گرفته می شود و همین که زنی بیچاره طلاق شد باید از خانه شوهر بیرون شود. همین که زنی بیچاره طلاق شد باید از خانه شوهر بیرون شود که این برخلاف تعلیمات شرع و برخلاف اون تعلیمات است که خداوند بر پیامبرش در قرآن عظیم الشان در سوره به نام طلاق نازل کرده است. در اونجا خداوند میفرماید که اونها را از خانه هاشون بیرون نکنید. اونها را، زنها را وقتی طلاق میشوند، وقتی طلاق داده میشوند، از خانه هاشون شما برها بیرون نکنید و خود اون زنها هم نباید از خانه های خودشون بیرون شوند. در این آیت این یکی از قاعده ها است که از تعلیمات دینی است در رابطه با طلاق. در اینجا بعد از طلاق شدن خداوند خانه شوهر را نسبت به زن میدهد، یعنی که زنها را از خانه های خودشون بیرون نکنید و زنها هم نباید از خانه های خودشون بیرون شوند. یعنی این بعد از طلاق شدن واجب هست بر مرد و بر همون زن هم که باید در همون خانه که طلاق شد باید در همون جا باشد. عیده اش را بعد از طلاق شدن که عیده هست باید عیده اش را در همون خانه شوهرش باید ببیند و شوهر حق ندارد که زن را از خانهش بیرون کند. اگر بیرون کردن زن از خانه این از نگاه شرعی حرام است و خود زن هم نباید از اون خانه بیرون شود، چون که در اینجا حکمت های نهفته هست. در اینجا حکمت های نهفته است که با در نظر داشتی اونها خداوند این چیز را مثلا در آیات چنین بیان میکنه. یعنی باید در خانه شوهرش باشد تا مهلتی که عیدهش میگذرد و نفقهش، اینم قید کنیم که نفقهش که خوراکش خب لباسش همش در این مدت بر دوش شوهرش هست. در شرط و شرایط تاجیکستان چنین شرایط هست اجرا کرده شده است اینها فکر شما؟ در شرط و شرایط تاجیکستان شرط و شرایط چی در نظر دارید؟ مسکون از جهت قانونی مسکون فنو از جهت قانونی، یعنی که ما بسیار مشاهده میکنیم که نه وقتی شریعت ببینید وقتی که زن مثلا یک مرد زنی رو مثلا به همسری میگیره و به خانه اش میارد، برای اون خانه واجب است که او را با خانه تامین کند. کمترین حد اون خانه مسکونی که شریعت در نظر گرفته این است که یک خانه با قلف با در الوحیده با قلف مثلا در اختیار زن باشد که زن بتواند در اون داخل خانه آرامانه زندگی کند، کسی حق دخالت کردن وارد شدن به اون خانه ندارد از خانواده اون مرد. بنابراین در همون خانه فرق نداره در اون دیگر نفرها هستن زندگی میکنن نمیکنه، هیچ کس حق ندارد که اون زن را موافق تعلیمات شرعی از اون خانه بیرون کند تا وقتی که اون در عیده هست. اگر که مثلا نیاز به شهر داره عیده او هم، تا وقتی که اون در عیده هست هیچ کس حق نداره اون زن را از خانه بدر کنه در وقت بعد از طلاق. فهمو این از نقطه نظری دینی اسلام باید مرد عهده‌دار است. میکروفون. مرد عهده‌دار است که
مثلا اون در اون خانه زن باشد حقی بیرون کرد نه عهده دار حقی بیرون کردن ندارد و وظیفه دار است که خوراکای اون را تامین کند لباسای اون را تامین کند تا وقتی که اون و زن هم در اینجا خودش را زینت میدهد خودش را زیبا میکند خودش را آرایش میکند در پیش شوهرش باید به این شکل جلوه کند یعنی این یک که مثلا نیاز به این موضوعش هم باز نیاز به چی داره که چرا زن باید در خانه شوهر در این مدت باشد این هم باز نیاز به یک صحبتی الهیده و کامل داره. خب پس برمیگردیم باز به یک سوال دارم این سوال به اسلامی دین پس از طلاق دادن شوهر طلاق دادن به زن با طریق تلفنی SMS یگان راهی آشتیشوی هست عموما پس از طلاق دادن یگان راهی آشتیشوی موجود است برقرار کردن عائله امکانیت هست یا نیست؟ بله ببینید در موردی دوباره با هم آمدن زن و شوهر بعد از طلاق واقعا اون فرق نمیکند که اون طلاق تلفنی باشد یا اینکه مثلا طلاق حضوری باشد واقعا این شرط و شروط خودش رو دارد که اگر طلاق اون چگونه در مورد کتابت صحبت کنیم گفتیم که مثلا گفتیم در مورد طلاق با نوشتن صحبت کنیم از موضوع بیرون نریم اگر چگونه که گفتیم طلاقی که با نوشتن صورت میگیرد خب از جمله الفاظ کنایه است و اگر شوهر نیتش طلاق باشد و زن طلاق میشد وقتی زن طلاق شد اینجا اول اینکه دیدن در کار که این چندم طلاقی هست که صورت میگیرد بین این زن و شوهر طلاق اول هست طلاق دوم هست یا طلاق سوم هست خب این یک چیز دوم اینکه نگاه کنیم که این مرد کدام وقت بعد چند مدت میخواهد که با همسرش دوباره ازدواج کند در زمان عده هست در زمان عده زن هست یا که بعد از عده زن هست خب اگر طلاق یکم و دوم باشد یک بار باشد یا که دوم طلاق باشد در اینجا مرد دوباره حقی برگرداندن همسرش رو دارد و اگر مرد میخواهد در زمان عده همسرش رو برگرداند در زمان عده میخواهد نه که عده زن تمام نشده مرد میخواهد که دوباره همسرش رو برگرداند در اینجا دیگر نیاز به نکاح ندارد حتی میتواند که با اینکه من دوباره تو رو همسر کردم اون همسرش رو برگرداند اگر بعد از تمام شدن عده میخواهد با همسرش دوباره با هم بیاید در اینجا دیگر نیاز به خواستگاری نو دارد مثل اینکه از نو ازدواج میکند نیاز به خواستگاری از نو دارد نیاز به مهر جدید دارد باید مهر نو پرداخت کند و نیاز به نکاح دارد و حضور شاهد و همه اون شرط و شروطی که مثلا در ازدواج در نظر گرفته شده است بعد از عده باشد نیاز به این چیز دارد که اگر عدهش بود شد و بعد از نکاح میخواهد که بعد از عده میخواهد که با همسرش دوباره با هم بیاید باید خواستگاری کند مهر نو پرداخت کند و با حضور شاهدان دوباره اون زنش رو برمیگرداند اگر سوم طلاق باشد متاسفانه اگر سوم طلاق باشد در بین این زن و شوهر در اینجا دیگر حقی دوباره زندگی کردن با همسر اولش رو ندارد مگر اینکه اون همسر اولش به صورت طبیعی با مرد دیگر شوهر کند یک مدت نمیدونم زندگی میکنن که دوباره اون شوهر دومش هم ساز نمیگیرند و از او جدا میشود بعد از اون میتواند که مثلا دوباره خواستگاری کند و با پرداخت مهر نو و با شرط شروط نکاح با اون ازدواج کند اما اگر دیگه شوهر کرد و رفت دیگه توکلش به خدا با همین رفتن میگیرد اما این که اون به خاطر همین که دوباره با همسر اولش ازدواج کند بعد 3 طلاق تنها به خاطر اینکه برای همسر اولش حلال شود نمیدونم با مرد که در اصطلاح ما حلاله میگویند در عرف ما
یک مردی را بگیرد نمیدونم یک شب یا دو شب و اون مرد باید طلاقش کند. یعنی اینجا این نکاحش دیگه این حیله در شریعت جایز نیست، حرام هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که هر دو این نفر رو، هم این مرد رو، مرد اول رو، هم مرد دوم رو، حد رو لعنت کردن و این نمود کار در شریعت جایز نیست. نکاح وقتینچه. بله نکاح وقتینچه. این بله نکاح وقتینچه. بله نکاح طبیعی باشد. چون اگر نکاح طبیعی نباشد اون حکمتی که شریعت در اینجا در نظر گرفته است و این حکم را صادر کرده، قانون‌هایی که تصویب می‌شود در جامعه ما، همه قانون‌ها برای کی تصویب می‌شود؟ برای خودی همین مردم و شهروندان کشور است. وقتی برای خودی مردم و شهروندان کشور هست ولی عرف و عادت اینها، رسم و آیین اینها، باورهای اینها، اعتقادات اینها، ارزش‌هایی که اینها با اونها باور دارن وقتی در نظر گرفته نمی‌شود، نمیدونم این چه قانون هست. این چگونه قانون برای چگونه برای کی هست این؟ وقتی این باور دارد برای این ارزش ها و این اعتقادات، این تعلیمات، این نمیدونم این قانون برای چی تصویب میشه در کشور ما؟ چی رول رو بازی میکنه؟ من اینو نمیفهمم. درست. دیگه سوزی من میخونم که این گفتن سوالی جواب اخرى میشه. وظیفه زن کلا در اسلام چیست؟ چه حق دارد غیر از زیاد کردن نسل؟ باز چی حق ها دارد؟ سوال فهمو شد؟ زن چه حق ها دارد؟ نه؟ ها زن در اسلام نمیدونست است که انسان چه حق داشته است. نه برای چی فقط این زن رو من حاضر اینجا خیلی بسیار چه با من بسیار چورگو فکر میکند مثال دیسکریمیناسیون زن چه حق داشته است. من نمیدونم در اسلام چه حق داشته است. خیلی خودم فهمونه که آیا یگان حقی کمتر داشته باشد. گویا که زن فقط برای زیاد کردن نسل حق دارد و برای چی حق دارد؟ خب نه ممکن همین سوال اون شهادت میده که چگونه که جمشید سوال کردن شاید طرزی مطرح کردن سوال درست خوب نآمده است. اولا اینکه مثلا هم وقتی که خداوند در قرآن خطاب میکند در بیشتر جاها در بیشتر مواضع زن و مرد را یک جای خطاب میکند. اول اینکه چگونه که مرد انسان هست زن هم انسان است. چگونه که مرد انسان هست زن هم انسان است و همه اون حقوق و مسئولیت هایی که بالای مرد هست بالای زن هم است. در همین صحبت یک چیز دیگر هم میخواستم اضافه کنم ولی وقت رفت. در صحبت های حتما در زندگی زن و شوهری قید باید کرد که همون استقلالیتی که مرد داره زن هم همون استقلالیت رو باید داشته باشه در خانه. این حق شرعی برای زن هست. یعنی اون کرامتی که خداوند برای مرد داده است زن هم دارد چون که انسان است. ولقد کرمنا بنی آدم میگه ما فرزندان آدم را مکرم و معظم کردیم، یعنی کرامت دادیم، شرافت دادیم. فرزند آدم گفته است نگفته است مرد و زن. این یک همان گونه که مرد مکلف هست زن هم مکلف است. درست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسان ها را گفته است نه مرد را گفته است. انسان ها زن و مرد را برای پرستش خداوند آفریدیم. این یک همان اختیاری که مرد دارد زن هم دارد. یعنی که انسان مخیر است انسان مخیر است مرد و زن. خداوند میگه که ما شما را آفریدیم و دو راه برای شما نشان دادیم، راهی راست و راهی کج. یعنی در این زن و مرد هم برابر هستند. یعنی در تمام امور دینی در همه امور زن و مرد با هم برابر هستند. النساء پیامبر میگه النساء شقایق الرجال. زنها همانند مردها هستند. زنها هم انسان است. وقتی انسان هست در تمام امور برابری چی است؟ برابری مرد است. اما اگر در زندگی خانوادگی باشه این بس مسئله علاهیده است که چی حقوق زن دارد چی حقوق مرد دارد. چون که خصوصیات دارد مرد، خصوصیاتی که یک خصوصیات و ویژگی‌های مرد دارد یک خصوصیات و ویژگی‌هایی که زن دارد که هر کدام این به نسبت خودش یک کمال هست و ازدواج هم به خاطر این است که همدیگر را زن و مرد تکمیل کنند. همدیگر را زن و مرد تکمیل کنند. یک خصوصیاتی که در مرد هست در زن نیست، یک خصوصیاتی که در زن هست در مرد نیست.
با آمدن هم این شرکت بگیم این مؤسسه این خانواده تکمیل میشد. این بحث علیحده است که میشه در صحبت‌های در جو دیگه صحبت کرد. اما همه اون حقوقی که مرد دارد زن هم دارد، همه اون مسئولیتایی که مرد دارد در قبال خدا زن هم دارد. یعنی این برابری در شریعت وقتی شما رو گرفتیم. تشکر زیاد که خیلی زحمت کشیدین، وقتی خود رو صرف نمودین و مردم کمتر باشد هم به سوال اونها جواب دادین و اویدی موضوع مفصل فکر دارم که همه به سوال خود جواب مفصل رو و دقیق رو گرفت. تشکر زیاد به شما جمشید. با ما بودن جمشید یارов، حقوق شناس، ادوکات تجربه دار، همچنین اسلام جان سعیدов، کارشناس دین. بار دیگر تشکر کنم از شما آقای گرامی. راستی شاید که من از مستقیم از کار آمدم و واردی صحبت شدم با شما، شاید خسته بودم، شاید بعضی نتونستم به طوری اون طوری که باید مسئله را مطرح میکردم شاید کمبودی باشه. به هر حال بینندگان عزیز و شمای گرامی بگذارید از این کمبودی که بود. سلام علیکم. مشاهده نکردین. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید، آباد باشین. منم پنگری. خب بینندگان محترم، ما در اینجا نظری هم حقوق شناس رو گرفتیم، هم نظری کارشناس دین رو گرفتیم. البته من دعوی به فرمانده های شریعت یگان دعوا ندارم. محترم کارشناس اینجا به ما فهموندن، پورا دقیقاً فهموندن که طلاق به طریق SMS و تلفنی این جایزه قبول می باشد. لیکن در اینجا خوب باشد، لیکن در اینجا در اون شرایطی که در تاجیکستان مثل دولت‌های دیگر مسلمانی عربستان، ایران چنین شرایط ندارد، جاری کرده نشده، شریعت پورا جاری کرده نشده است و یگان مقام هم ندارد، مقام حقوقی هم ندارد. در اینجا بسیار بانوهای ما با هم گوش کردیم، بانوهای ما گفتن ممکن است به مشکل‌های زیادی دچار شده ایستادند. برای همین در اینجا گفتن ممکن است تنها اگر که اون شرایطی که جاری کرده میشد قسمان چطوری که گفتیم مهر جاری کرده میشد، ممکن زنها عهده‌دار میشه، یگان عهده‌داری پیدا میکردن و مشکلی کمتر باشد هم مشکلی به آنها کمک میکرد. لیکن در اینجا باز تنها به انصاف و امام مردها ما زنها نگاه میکنیم، چقدر آنها ایمان دارن، انصاف دارن. متاسفانه در تجربه در جامعه ما خیلی بسیار مشاهده کرده شده است و بعضا هستن مردهای محض گفتن هستند که آنها خیلی اولویت پذیر می باشند. برای همین خب برنامه ما در اینجا برنامه اویدی طلاق و پیام به پیغام رو جنبست می نمود.